خادمان کمیسیه انتخابات افغانستان به حساب آوازهای انتخابات پرزیدنتی خشونتبار و سرشار از تشویش امنیتی و شکایت آغاز نمودند. از مناطق دوردست قطی‌های آوازدهی را با استفاده از خر انتقال دادند و برای حساب پیشکی رای‌های انتخابات پرزیدنتی 28 سپتامبر تخمیناً 2 هفته ضرور می شود. از توسط رای دادیم که مملکت آرامی شه، صلح شه، بعد جنگ و کشتار کم شه، خلاص شه، مردم غریب بیچاره مظلوم. در روز انتخابات چندین حمله خونین جای داشت. بعد از قطع مذاکرات صلح با ایالات متحده آمریکا، طالبان افغان هشدار داده بودند که انتخابات را خللدار می‌کنند. در یکی از مسجدهای قندهار که همچون حوزه رایدهی استفاده می‌شد، ترکیش به وقوع پیوست. در کندوز کمش 5 افسر امنیتی به هلاکت رسیده، 30 نفر دیگر زخمی شدند. حمله به نقطه‌های آوازدهی در شهرهای کابل و غزنی هم جای داشت. برای تامین امنیت در حوزه‌های انتخاباتی تخمیناً 72,000 افسر امنیتی سفربر شده بود. ناظران انتخابات میگویند وضعیت امکان داشت از آن هم بدتر باشد. وضعیت در حوزه‌های انتخاباتی بهتر از آن بود که ما انتظار داشتیم. نگرانی امنیتی زیاد بود و به فکرم آن به شرکت رای دهندگان در آوازدهی تاثیر گذاشت. کمیسیه مستقل انتخابات افغانستان میگوید رای دهندگان در انتخابات پرزیدنتی فعال نبودند و در آوازدهی 28 سپتامبر همگی نزدیک به 20% آوازدهندگان اشتراک کردند. فرق ندارد که چند کس آواز داد. صرف نظر از آمار رای دهندگان تهدید را نادیده گرفته نشان دادند که میخواهند آینده خود را زیر نظارت داشته باشند و پرزیدنت آینده کشور را انتخاب کنند. گفته می شود که شرکت زنان سست بوده است. بسیاری ها نمی خواستند که عکس بیومتری آنها گرفته شود. بعد فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 مردم افغان 4 دفعه رئیس جمهور انتخاب کرده است. در انتخابات فعلی پرزیدنت افغان اشرف غنی با 14 داوطلب رقابت داشته می خواهد بار دوم مقام ریاست جمهوری را کسب کند. رقیب اساسی او عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان به شمار می رود. بعد انتخابات سربحث و سرجنجال سال 2014 غنی و عبدالله حکومت وحدت ملی را تشکیل داده قدرت را تقسیم کرده بودند. عبدالله هشدار داده است که انتخابات کنونی باید پاکتر باشد. نگرانی اساسی این است که اگر انتخاباتی مثل سال 2014 سرشار از تقلب باشد آن پیامد خواهد داشت. پیش بینی می شود که نتیجه نهایی انتخابات پرزیدنتی افغانستان 7 نوامبر اعلان خواهد شد. اگر کدام یکی از نامزدها بیش از 50% رأی ها را کسب نکند، 2 نامزد پیش دست 23 نوامبر در دور نهایی آوازدهی رقابت خواهند کرد.